از خانم نجیبه وظیفه‌دوست رئیس انجمن زنان هزاره افغانستان مقیم استرالیا دعوت فرمود به هیئت تا به جایگاه تشریف آورده و به ارائه سخن پردازد. درود و سلام فراوان به خواهران و برادران گرامی در آدمان و از این که امروز در حضور شما قرار دارم مفتخرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. چندین سال گذشت از ظلمت شب گریختیم تا در سکوت مرگبار شب محو نشویم. از سیطره جهل برآمدیم تا نور و روشنی را به تماشا نشینیم. خواب مرداب را آشفتیم تا همچو رود جاری باشیم. حسرت دیروز را به فراموشی سپردیم تا به فردای روشن بیندیشیم. تسلیم تقدیر نشدیم و تصمیم را که راهمان پس دشوار است ما حاصل آنچه را در این سفر دیدیم و تجربه کردیم پیشکش می‌کنیم. امید که پسندیده آید. درود فراوان به روان پاک همه شهدای نیکنام و پاسداران حرمت انسان در سرزمینمان و با درودهای آتشین آفرین به پیشگاه روح بلند سپاهیان و راهیان راه سربلندی مردم و همه زحمتکشان کشور و بالخصوص درود فراوان به فرزند شهید استاد مزاری محمد جواد ضحاک. هم میهنان شریف و مسلمان با تأسف و هزاران افسوس و دریغ شنیدیم که سرزمین به خون نشسته ما باز هم فرزندان برومند و یاران و سپهبدانش را در یک حادثه تروریستی و ناجوانمردانه از دست داد و همه آزاداندیشان و آزادگان میهن را در ماتم و مویه جانباختگان قرار داده است. یک بار دیگر مردی از کهستنهای بلند شهامت و غرور به خاک افتاد و به خون غلتید. یک بار دیگر آینه‌ای در برابر عقیم بودنهای ما قرار گرفت. یک بار دیگر کودکی از محبت پدر محروم شد. قلب مادری ذره ذره شد و زنی همسرش را به خدا سپرد. یک بار دیگر آینه ها در برابر ما ایستاد تا اگر این بار بتوانیم خود را ببینیم که چقدر در ریشه های ما جا گرفته است. ای کاش میشد جای پرپرک زدنهای بیمورد یک دقیقه اندیشید و ریشه های درد را جستجو کرد. من هرچند خیلی سال هاست از دیار آزاده ها دورم، خیلی سال هاست که دیده به راه برگشت قافله غرورم که راهش را گم کرده است و خیلی سال هاست که تلخ می نوشم و تلخم. حقی برای خودم هیچگاهی نمی دهم که برای دلاوران زخمی خاکم بگویم چه باید کنند. روز 6 ژوئیه 2011 خبر ناگوار شهادت یاور مؤمن و آزادی جنبش دموکراسی خواهی و حق طلبی مردم هزاره همراه شد. محمد جواد ضحاک از صادق ترین زنستیزان و یاوران مخلص اسفندیدگان افغانستان از جمع آزادگان میهن پر کشید و رفت. این فعال ملی مذهبی، اجتماعی سیاسی و فعال جامعه مدنی از مبارزانی بود که دغدغه آزادی و آبادی و عزت بامیان و ملت هزاره داشت و در این راه جان داد. امروز متولیان مستبد نهادهای امنیتی و فضایی با بی‌اعتنایی به حقوق اساسی شهروندان و قوانین جاری هر روز فاجعه‌ای جدید می‌آفرینند. شهادت محمد جواد ضحاک جدیدترین سند مظلومیت هزاره‌ها و فرعونیت حاکم بر کشور ماست. اقتدارگرایان حاکم بر کشور چه توضیحی برای جان باختن مظلومانه نخبگان و فرزندان صالح این سرزمین دارد؟ سالیان سالهاست گریختیم، سوختیم و ساختیم. این صدای حق است که بعد از 100 سالها خاموشی تمام به یک بارگی بلند می شود. این صدای شهیدان به صدای ما زنده ها نیاز دارد تا شعار آنها را با همت بلند نگه داریم.
صدای شهید استاد مزاری، صدای شهید محمد جواد ضحاک و هزاران هزار شهید دیگر تا هنوز در گوش‌های من باقی است که می‌گفتند عدالت، آزادی. اکنون ما به روح پاک ایشان می‌گوییم آسوده و آرام باشید. ما صدایتان را بلند نگه می‌داریم، می‌گوییم محاکمه، عدالت و آزادی. ما از تمامی مردم خیراندیش افغانستان و قوت‌های عادل تمنا داریم تا در مورد محاکمه کشانیدن آدمکشان درنگ نکنند، چون بسیار دیر شده است. ما خواهان محاکمه آدمکشان پست و بی‌وجدان هستیم، ولی در پی انتقام هرگز نیستیم. در برابر خون نمی‌خواهیم. ما فقط خواهان گرفتن انتقام از تاریخ این کشوریم. ما می‌خواهیم نام شهیدانمان را بعد از 100 سالها بچه‌های مکتب بدانند. ما می‌خواهیم این حادثه المناک تاریخ، این جنایت بشری که به یاد تاریخ بشر نیست، ثبت حافظه تاریخ این سرزمین گردد تا نسل در نسل بدانند که در این کشور چه جنایتی صورت گرفته است. هدف ما نوعی جنایتی است که در حالی کاملا بیگناهی در نهایت بیرحمی صورت گرفته است. اما آه افسوس که جامعه مظلوم ما هدف یک عده افراد ضعیف و حقیر از ملت خودمان شده است. این افراد آنقدر ضعیف و حقیر هستند که فقط می‌خواهند با تعریف‌های اغراق‌آمیز شخصیت بگیرند، بزرگ شوند و مهم جلوه کنند. و چنین افرادی بنده‌های تمجیدی هستند، بنده تملق چاپلوسی هستند و نه بنده حقیقت‌ها و واقعیت‌ها، و لذا در عین جهالت می‌خواهند حاکمیت داشته باشند. این افراد دارای چندین ویژگی‌ها هستند. برخی از این ویژگی‌ها به این شرط است: 1. دفاع کاذب، سازوکار سیاسی. این جمله افراد کامل به قدرت طلبی دارند، میل به قدرت طلبی دارند. در همه و یا در بسیاری از مواقع از افراد، موضوعات و حرکت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه دفاع کاذب می‌کنند. بعضی دفاعی که هدف‌های نهایی دارند. اینان ایجاد نفاق می‌کنند و گروه‌ها را بر علیه یکدیگر می‌شورانند، و یا این که در میان مردم ما که مثل یک خانواده است اختلاف ایجاد می‌کنند. همانطور که دعواهای سیاسی پی در پی به طرفداری از این یکی و آن یکی در می‌گیرد و موجب بحث‌ها، دلخوری‌ها و قهر و آشتی‌ها می‌شود، همچنان که امروزه بسیاری از بلندگوها به همین دفاع‌ها اختصاص دارد و حرف‌های ضد و نفیذ در میان جامعه مردم را دچار سرگردانی و ناامید کرده است. آخر چرا؟ ویژگی دیگر وعده‌های دروغین. اینان به مردم وعده‌هایی می‌دهند که قابل عمل نیست و در نتیجه در پی این وعده‌ها مردم خوشباور و خوشخیال را فریب می‌دهند و مردم نیز به دلیل کم اطلاعی از مسائل و نیز بعد از سادگی که دارند به وعده‌های دروغین آنها دلخوشی می‌کنند و سرمایه فکری خود را در خدمت آنها قرار دادند. از جمله وعده‌هایی که ممکن است مردم بدهند انجام کارهای بزرگ و طرح‌های عمرانی است که می‌توانند مردم را بفریبند و آنها را امیدوار آینده بهتر بسازند. اینان شخصیت را در موضع ضعف و قدرت تغییر می‌دهند و یا فتنه‌گری. فتنه یعنی طرح و برنامه‌ای کاملا سری که تنها چند نفر از آن آگاه هستند و هدایت و رهبری آن را بر عهده دارند و اصولا کمتر و به ندرت هم روای آن برملا می‌شود. به طور واضح برایتان بگویم، چند نفر از برادران محترم در شهر کانبرا جمع می‌شوند و خودسرانه تصمیم تشکیل هزاره کنسل می‌دهند و بدون اینکه به اطلاع عموم مردم برسانند و یا اساسنامه‌ای برای مردم دهند تا مردم مطالعه و بررسی کنند تا از اهداف اینان آگاه شوند. همین دیشب با یکی از اعضای سرپرستی به اصطلاح هزاره کنسل صحبتی داشتم و از ایشان پرسیدم که هزاره کنسل تاکنون چه فعالیتی را کردند، ولی متاسفانه در جواب پاسخ دادند هزاره کنسل به خاطر گشتاندن رهبر تشکیل شده بود و اهداف دیگری ندارد و نه به خاطر مشکلات مردم در استرالیا. و من نیز گفتم هزاره کنسلی که نه جنبه قانونی دارد و نه جنبه مردمی باید چنین باشد. به طور مثال در شهر سیدنی
فقط بیشتر از 20 تا انجمن و 1000 کانسل رجیستر شده وجود دارد، اما در این جلسه فقط از 2 تا انجمن دعوت شده بود. این عملکردها باعث ایجاد تخم نفاق بین جمع مردم هزاره های ما بوده است که نتیجهش را عملا می‌بینیم که مردم عزیز ما به سودی، جاغوری، دیزنگی، ارزگانی و غیره نمی‌توانند با هم در یک جا کار کنند. بسیار متأسفم که این را میگویم، ولی حقیقتی است که انکار نمی‌شود و این عملکردها بوده که توهین به مردم ما، به شخصیت‌های ما، به دانشجوهای ما و جوانان روشنفکر ما می‌کنند که به مدت چندین سال با تبلیغات توطئه‌آمیز در استرالیا بر علیه یکدیگر به علت اهداف شخصی خود شعار مردمداری را می‌دهند. امروز ما نباید خاموش و بی‌تفاوت بنشینیم تا دیگران به ما راه نشان دهند. ما نباید منتظر بمانیم تا دیگران فرد یا افرادی را که از رشد اجتماعی، شهامت، شجاعت و جهانبینی اسلام بی بهره یا کم بهره‌اند بر ما تحمیل کنند. خود ما باید سرنوشت خود را تعیین کنیم. بنابراین دنیای امروزی با دنیای دیکتاتوری سازگار نیست. دنیای امروز دنیایی نیست که بتوان با سیاست بر مردم حکومت کرد و خواسته های مشروع مردم را باید انجام داد و مردم را در جریان امور قرار گذاشت. این روزها در حوزه بحث مطرح است با توجه به محدود بودن توان و اطلاعات افراد و با توجه به گسترش علوم و نیز وجود زمینه لغزش و خطا، یک فرد نسبت به 1000 کانسل این است که اتحاد کنند. ولی اگر چنانچه 1000 کانسلی باشد که روی معیار صحیح و جریان عادی و طبیعی درست شود، یعنی واقعاً علما و روشنفکرهایی که از نظر علمی و از نظر تعهد و تقوا شناخته شده هستند و با هم بنشینند 1000 کانسلی داشته باشند که مورد تایید همه مردم باشد و مسائل مورد اختلاف آنها مطرح بشود و واقعاً با مشورت یکدیگر در مسائل نظر بدهند و طبعاً اگر در آنجا اختلاف نظر هم داشت اختلافات را از بین ببرند و یا مختلفات را ذکر نمایند و آن را برای مردم مطرح کنند و خیلی از مشکلات را هم از بین ببرند و نه اینکه چند نفر را که مطابق سیاست خودشان از جمع کنند و اسمش را 1000 کانسل بگذارند. واقعا مردم هستند که برای اداره جامعه خود بر اساس منهج‌هایی که خداوند مشخص فرموده صالح‌ترین فرد و بالطبع صالح‌ترین افراد را برای 1000 کانسل خود می‌گزینند. اگر قرار است 1000 کانسلی وجود داشته باشد، باید نماینده های هر شهری در استرالیا به وسیله رأی مردم هزاره آن شهر انتخاب گردد و آن وقت است که میتوان آن 1000 کانسل نماینده مردم باشد و هم از نظر قانونی اعتبار داشته باشد. ملت هزاره ملتی بود که از هیچ گونه حقوق شهروندی بهره‌ای نداشت و در امتداد تاریخ نقش آفرینان بی‌نقش بودند. ملت هزاره با اینکه از ساکنان بومی و باستانی افغانستان بودند و آستار باستانی و تمدنی این ملت در وجب به وجب خاک مقدس افغانستان قامت آراسته و شکوه بخشیده و افغانستان را در ردیف گهواره تمدن قرار داده است و از تمامی ارضی این کشور در برابر هجوم بیگانگان دفاع کرده اند و با خون خیش بستانهای کشور را لاله‌زار و عطرآگین نموده است. اما از مواهب خداداد و حقوق و حق حیات کرامتمندانه هیچ نصیبی نداشتند و در برهه‌ای از تاریخ به عنوان برده و غلام و کنیز به کشورهای همجوار فروخته شدند و در داخل کشور هم حق حیات انسانی نداشتند. اما مزاری تنها رهبری بود که لایه بازگشت به حقوق طبیعی انسان، به حقوق طبیعی انسانی و حق شهروندی متساوی بر اساس نفوذ داشت و برای محقق شدن این حقوق اساسی ملت هزاره از جوانی و عشق به زن و فرزند گذشت و فریاد میزد که تعهد کرده‌ام که در رابطه با حقوق سیاسی و مذهبی شما هیچ وقت وارد معامله نشوم و خیانت نکنم. ما سرزمین افغانستان را سرزمینمان می‌دانیم. این خاک را برای آزادیش بیش از 1 میلیون شهید دادیم
وجب به وجب از میهن را دفاع میکنیم و بدین معنی نیست که حق نداشته باشیم ما سرنوشت خود را تعیین نکنیم. اگر بی تفاوت باشیم اینجا خود را حفظ نکنیم میتوانند ما را 300 سال دیگر باز حذف کنند، آن وقت برای جوالگیری آماده باشیم. ای روشنای خانه امید ای ضحاک، ای معنی حماسه جاوید ای ضحاک، چشم ستارگان فلک از تو روشن است، چشم ستارگان فلک از تو روشن است، ای برتر از سراچه خورشید ای ضحاک. فرشته به نام توست غزلخوان آسمان، فرشته به نام توست غزلخوان آسمان، با یار توست مشعل میلاد ای ضحاک. قد قامت صلا به خون تو سکه زد، قد قامت صلا به خون تو سکه زد، در گسترای ساحت تحمید ای ضحاک. تیغ سحر ز جوهر خونت آبدار، گشت و شکست لشکر تردید ای ضحاک. آییندار خون تو اند آسمانیان. از طرف خودم و انجمن زنان هزاره در استرالیا ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده و همفکران زنده‌یاد جواد ضحاک از مردم مقیم هزاره در استرالیا و بالخصوص هزاره‌های مقیم آدلاید یادآور می‌شوم و از همگان می‌خواهم در بزرگداشت شهید جواد ضحاک به طور توان بکوشیم و راهش را با شجاعت، استقامت و پایداری ادامه دهیم. روحش شاد و یادش گرامی باد. تشکر.